سابسکرایب نکردی؟ وایسا ولش کن. سابسکرایب نکردی؟ نه ولش کن داداش، ولش کن داداش، میکروفون اونجا ولش کن. سابسکرایب نکردی؟ ولش کن بابا، میکنه الان سابسکرایب کن. سلام بچه، حالتون چطوره؟ امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید. تا اینجای کار تو این ویدیو میخوایم بریم صحنه‌های خنده‌دار و بدشانسی که مردم آوردن رو ببینیم. فقط بخندیم، حال کنیم. لایک و کامنت، سابسکرایب، هیچ کدوم اینا فراموش نشه. شیر کنید حتما، حمایت شما دلگرمی ماست. بریم سراغ ویدیو. آب مقدس بود. میخواست با آب مقدس بشونتش، آب مقدس زد تو کمرش. آب مقدس شسته شد. آب مقدس از گروه لفت داد. آره. یه لحظه بچه اینجوری شد. قدیسه چی بهش میگن؟ اینجوری شد بچه. آره یه داشت قدیس بهش میگن. چه میدونم بابا، بزن رید تو خودش حاجی یارو. ببین بعد یا ابوالفضل نمو گیر کرد. نمو شانس آورد. منتظر بودی بمیره؟ یارو ها خواستی بمیره؟ خبر مرگش رو آورده بودن بعدش براش. کی؟ تو اینترنت دیده بودم. کدوم سایت خبر مرگ. آدرسشو بگو. خبرمرگ.com. بریم بعدی خودشم خندید دیدی؟ دیگه دیش کاری نمیتونست بکنه اجاز خندیدن. یعنی دیگه زده بود نمیتونست اینجوری جمع کنه، فقط خندید دیگه. یا خدا، این موش بو گنده بود. سوسک باشه بدتر لیو میره تو جونت. اذیت کننده تر. موشم ولش نکرد، دنبالش اومد. همشون پا به فرار گذاشتن. دیدی؟ بریم بعدی. تو هم دیدی؟ من ندیدم. یا خدا آتیشش تازه شروع شد. مونده هنوز، بزن حال کنیم. ویدیو مونده. کاری نمیکنه. چرا استوب کردی؟ دودو داشتیم میگیدیم، حال کردیم بابا. دودش زیاده داشت کردیم بابا. نکنیم کار روزه. تا آخر ویدیو من زحمت کشیدم، دونه دونه رو تیکه تیکه کردم گذاشتم ببینیم. واکنش ادیتور. خودم ادیتورم. بریم بعدی. خیلی منطقیه. اسکولی داداش. این هم سزای اعمالش بود. وای صاف زد تو چترش. دهنش سرویس شد. ببین یه بار دیگه شانس بیاره اگه چیزیش نشده باشه. شطرنج. چی ریدم تو شانست. فقط کاری نمیتونیم بکنم. یه فاتحه هم بفرستیم براش. بعد فاتحه هم از صلوات. بعد آرزوی موفقیت در آن جهان واسش کرد. این جهان دیگه تموم شد رفت. خداحافظ. بای. بریم بعدی. حرف نزن. وقتی تازه نامزد کردی. خیلی خوب. من خواهش حساب کنه رد کنه. این از این کارهایی بود که اول نامزدی انجام میداد. این سرسره این همشون داری تو شام زده. آقا نکن. با خودش شوهرش هم برد. داداش زشت. نکن این کارو. حقته. تو نباید این کارو بکنی. حالا اون یکی باید همون حرکت رو برات انجام بده. نه کلا اونم میکرد، گوشی اون میرفت. داشت فیلم میگرفت باش. آره دیگه، یه ذره میبرد جلوتر اینجوری میرفت. ممنون که نکردی داشت، ما این فیلم رو تونستیم ببینیم. پلیس وایساده منتظر پلیس بیاد کورکی بکشه. منتظر بود بیاد پلیس براش کورکی بکشه. تصادف کرده بود. پلیساتشون با عدالت هم. خودش جریمه نمیذاره. آره وای میسن پلیس بیاد براش. یه پلیس بیاد واسه اون پلیس کروکی بکشه.
کروکی میگن؟ پلیسی که برای پلیس اسمش کروکی کروکی کشی داره. بله. بله. شما اینجا یه آدم خلوز مشنگ رو مشاهده کردید که خودش زد. گربه هم همونجا داشت نگاش میکرد. او داداش خوبی؟ ماشینت خوبه؟ اوکی. یا خدا. آهنه؟ نه داداش چوبه داشت با جوشکاری میبرید. با جوشکاری میبرید؟ جوشکاری میبرید؟ با دستگاه جوشش داشت باز میکرد. آها. جوش چوبو. جوش چوب مگه آقا تو کامنت ها بنویسید چوب مگه جوش نمیخوره؟ چرا جوش میخوره؟ وقتی میخوای کامنت بگیری محتوا نداری. یا خدا یا اول فاز نکن. میدونی چند تومن بابا اون؟ اون PS4 رو بده من. خب داریم که اینو. خب پودکشو بده من. پودکشو نداریم. بریم بعدی. چیکار دارم کنیم؟ آها دزدی کرد؟ روزیه. ماشاءالله داداش ماشاءالله. اون یارو فکر کنم خودش از این دزدی کرد. گرفتش نذاش بره. میگه من داشتم اینجا قدم میزنم صاحبخونه داره میگه مناطق محروم. میگه من اینجا داشتم قدم میزنم صاحبخونه هم داره میگه دوربین داره عزیزم دوربین. حالت داداشم اینی شد ندیدم نخوندم نشیدم نمیشنوم. آره بعد اون کارگرها دیگه فقط داشتن نگاش میکردن. آره بعد اینجوری همینجوری نگاه میکرد. تو بازت چیه؟ چیکار داری میکنی؟ نمیتونستم من دنبالش که بدتر میشد. این کرم هم نداشت رو عادت بکنم این راه رفت. حواسش اصلا نیست توی دنیا هست. آقا بریم بعدی. حداقل 4 ماه حقوقش قطعا قراره 1.5 میلیارد ضرر رسوندم آخر کاری. چی هست اسم بارش؟ دلستره. نوشیدنی های غیر الکلی مجاز. غیر الکلی مجاز. غیر الکلی مجاز دیگه قطعا. مالت 100%. مالت 100% بدون الکل. بدون الکل. بله فکر کنم یه سال بعد کار کنم. نوشیدنی های انرژیزا هیدی. وان دی هم وان دی. اسپانسر برنامه ما بریم بعدی. نشدن ولی بشن بریم بعدی. حرف نزن دیگه بسه. باید پول بده. ویدیو رو داری بیشتر از حد مجاز میکنی. خب باید بیشتر شه دیگه. کمتر از حد مجازش کن. خب الان بیشتر بشه بهتره که 2 دقیقه بیشتر پول میگیریم. با پول تو میگیری الان؟ بله. کلن 26 تا دونه سابسکرایبر ریشن نداری. داداش چنلمون 30542 نفر سابسکرایبر داشت همش ریخت. میگه آقا من یوتیوب اعتراض دارم. به پول نیاز دارم. همه من نبودم. کی بود؟ دلم برای سجده سوخت خدایی. من نبودم. اینجوری که من خیلی خوب اینجوری که من کی بود چی این کارو کرد؟ چرا این کارو کرد؟ غلط کردم ببخش. بریم بعدی. بریم بعدی. خدا
دیگه نمیشه ادامه داد. فوشم داد تو وضعیت آجی، فوشم داد تو وضعیت. اون چی کجا رفتم؟ نیفتاد دیدی؟ یکی رفتش حواسش بود نیفته رفت تو پارک. ای خدا شکر. ناحتی میدونی چه وضعیتیه؟ همه ماشین خراب کرده گفته ای رو دستگیرش هم بزن اینجاش مونده بزن اینجاش هم بزن پاهاشو نگاه کن. داره زور میزن. خدایی مثل بز کویی وایساده اونجا وایسه به کارشو بکنه. بگو اینجوری ماشین ما هم کثیف میشه. بالا نمیزنن یا میشینن روش قشنگ میرن. پوزیشنی که وایساده قفله. دوستان گادپوری رو دارید میبینید داره میره تو ماشین. What the hell, you idiot! Oh my god! بزن چی کار کرد؟ وایسا. I have a camera. باشه فرار کرد. میدونی برای چی فرار کرد؟ آره بخواست باز خسارت خسارت دیگه. خیلی خوب بودی. این خیلی این آخری ها قشنگه. عجب باهوشی بود در لحظه بعدی. اون نگه داشت قشنگ بیاد بخوره بهش. Oh my god! اون یارو کیه اونجا وایساده؟ یکی دیگه با اونم یارش فرار کرد. چیز بود بابا، همدستش بود. همدستش آره ایش چی بود گربه هم حالا شب خود ما میخوریم. فکر کنم یکی دو ماه مونده بود. مثلا یار دیگه. این انیمیشن ها شده. یه چی خیافه گربه رو اینجا همین نیده اضافی بودم. افکتش انجام میدن. ایشان Oh my lord. ماشین گوست رایدر. ماشین گوست رایدر بود. وضعیت ایرانه داداش. ماشینای ایرانی الان همش همینجوریه. خب بچه‌ها این ویدیو هم تموم شد. خیلی خوشحالم که تا اینجا دیدید ویدیو رو. خداحافظ. سابسکرایب نکردی؟ نه وایسا سابسکرایب نکردی؟ وایسا با من بود. نه وایسا سابسکرایب نکردی؟ وایسا ولش کن. سابسکرایب نکردی؟ نه ولش کن. داداش ولش کن. داداش میکروفون اونجا ولش کن. سابسکرایب ولش نکردی؟ کن بابا. میکنه. الان سابسکرایب کن. آفرین. لایک هم بزن. لایک نمی‌کنی؟ لایک نمی‌کنی؟ ولش کن میکروفون ولش کن. کامنت هم بذار. کامنت هم بزن. آفرین. خوشم میاد زود میگیری خودت. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار. بسه باشو. کامنت انگلیسی بذارید لطفا دمتون گرم. خداحافظ.